السلام علیکم دوستان محترم. نزد فالبین جادوگر رفتن ممکن است؟ نه برادر، از ممکن نیست. نزد فالبین جادوگر رفتن این حرام است. این گناهش خیلی گناه بزرگ است که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم به حد سخت گفتن، حتی یعنی به درجه کفر بردن. گفتن من اتی کاهنا او عرافا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. گفتن هر انسانی که نزد فالبین میره یا نزد جادوگر میره، این انسان کافر شده است. گوش اهمیت بده جمله رو برادر عزیز. این انسان کافر شده است با این قرآنی که برای محمد نازل شده است. یعنی هر انسانی که نزد فالبین جادوگر رفت و او چیزی که فالبین جادوگر میگه تصدیق کرد و قبول کرد، میگه این انسان با همین قرآنی که برای محمد نازل شده است، با همین قرآن یعنی کافر شده. خیلی گناه بزرگ است. در روایت دیگر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که شخصیتی که نزد جادوگر یا اینکه نزد فالبین میروه، خداوند این شخصیت 40 شبانه روز عبادتهاش قبول نمیکنه. یعنی 40 شبانه روز عبادت نمازی این انسانی که نزد فالبین جادوگر میره، عبادت این شخصیت یعنی در درگاه خداوند قبول نمیشه. خب السلام علیکم دوستان محترم. درباره نماز تهجد کدام سوره را خوانیم؟ برادر عزیز، در نماز تهجد یا در یگان نماز سوره خاص شدگی نیست. یعنی مخصوص بگو یگان سوره باشه که برای نمازها خونی، چنین سوره خاص کردن نیست. کدام سوره میتونی، چقدر آیت زیاد بدونی، چقدر سوره زیاد بدونی در یعنی بخونی بهتر است برات.